آماده باشی جنگی و سفربری در قواهای مسلح، سطح تیاری حربی و جسمانی جزء تامها، وضع کنونی و حالت نگهداری سلاح و مهمات حربی و تکنیک‌های جنگی، قانونیت و ترتیبات حقوقی و انتظام حربی، تأمینات عقبگاهی و رشد ساحه کشاورزی و دیگر سمت‌های فعالیت وزارت مدافع و ساختارهای زیرتابع آن در سال 2020 مورد تحلیل و بررسی و نتیجه‌گیری قرار داده شد. علاوه بر این ذکر گردید که در دایره سازندگی و بنیادکاری بهر آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی ساختمان یک قطار بیناهای معماری و انشاءات اهمیت حربی داشته نیز ساخته به استفاده داده شدند. از روی مسئله های ذکر یافته سردار ستاد گنرالی قوه‌های مسلح و معاونان وزیر مدافع در نزد حاضرین معروضه کردند. در این زمینه با مساعدت ریاست‌های دخلدار وزارت مدافع و با جلب نظامیان قوه‌های مسلح در داخل کشور و بیرون از جمهوری، مشق‌های مشترک وسیع نظامی و بازی‌های حربی سطح بین المللی تشکیل و براه مانده شده در سمت باز هم تقویت بخشیدن آماده باشی جنگی ارتش ملی راه و اصول‌های نو و معاصر حربی راه اندازی گردیدند. علاوه بر این ذکر کرده شد که در دوام سال سپری گشته از جانب گروه‌های تأسیس یافته در دایره برگزاری مشغولیت‌های گوناگون صحرایی، اسلحه مختلف آتشفشان، اویاسیا، تکنیک‌های جنگی و اتومبیلی و حالت کارشایمی تمام سلاح و مهمات حربی که در قواهای مسلح موجودند و استفاده می‌شوند مورد سنجش پورا قرار داده شدند و کمبودی و نارسایی‌های آشکار شده در این سمت در مهلت‌های معین برطرف گردیدند. تأمین ولایت قانون، اجرای بیچون و چرای طلبات آیین‌نامه‌های حربی، آموزش و ازبر کردن حجت‌های راهبری کننده صحوی، پیشگیری نمودن سطح صادرشوی همه گونه جنایت و قانون شکنی و در این زمینه بلند برداشتن انتظام حربی در میان نظامیان همه زینه‌ها یکی از مسئله‌های مهم و بررسی شونده جلسه بود. مسئولین وابسته این سمت وزارت مدافع و نمایندگان سرپرکراتورای حربی عاید به وضع قانونیت و ترتیبات حقوقی در قواهای مسلح با تحلیل همه‌جانبه برآمد کرده بهر ریشه‌کن نمودن و از بین بردن رفتارهای غیر آیین‌ناموی و تقویت بخشیدن انتظام حربی در ارتش ملی یک قطار پیشنهادات مشخص را ارائه نمودند. همزمان در جلسه بهر رواج و رونق بخشیدن خواجگی‌های یاری‌رسان، وسعت دادن سمت تأمینات عقبگاهی و وسیع نمودن و ثمرناک استفاده کردن هر قطعه زمین کشتزار دقت مخصوص روانه کرده شد. در ادامه وظیفه گذاری اینچنین پیشنهاد کرده شد که در سال 2021 شعار تحت عنوان جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با نیروی تازه، آماده باشی بلند جنگی و انتظام نمونوی استقبال می‌گیریم قبول کرده شود. در آخر جلسه کماندیران بریگاده ها و پولک و بتالیون ها که سال 2020 را با نشان دهنده های خوب و نظررس و همه‌جانبه خدمتی جنبست نموده در مسابقه عمومی حربی غالب آمدند با بیرق سیار وزارت مدافع و دیگر تحفه های خاطروی قدردانی شدند. تقویت بخشیدن دانش و ملکه کسبی نظامیان، تکمیل مهارت صحوی و صیقل دادن تجربه پیشقدم در سمت پیشبرد خدمت شبانه روزی هیئت شخصی اینجاری نمودن راه و اصولهای نوی معاصر آموزشی در فعالیت روزمره جزء تامها محسوب می‌یابد. از این خاطر همه ساله قبل از آغاز دوره‌های یکم و دوم آموزشی در قوه‌های مسلح با جلب هیئت‌های راهبری و فرماندهی وزارت مدافع، نوع قشون‌ها و کماندیران سطح و زینه‌های گوناگون ارتش ملی جمع آمد و مشغولیت‌های نظریوی و عملی صحرایی تشکیل و براه مانده می‌شوند. مطابق نقشه مجموعی یگانه وزارت مدافع برای سال 2021 در پایگاه قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قوه‌های مسلح و مشگاه فخرآباد ولایت ختلان دوام 2 روز با جلب هیئت‌های راهبری و فرماندهی این نهاد قدرتی جمع آمد متدی تعلیمی تشکیل و براه مانده شد. هدف از برگزاری جمع آمد متدی تعلیمی
این پیش از همه در عمل نشان دادن راه اصولهای نوی آموزشی در قواهای مسلح، تجربه آموزی از همدیگر و بلند برداشتن مسئولیت و صیقل دانش و ملکه اشتراکچیان آن را در بر می گرفت. یعنی مرام اساسی این تشکل دادن نظر و مناسبت یگانه به مسائل آمادگی جنگی، تشکیل خدمت داخلی قشونها، موافق نمودن حدود تمام شهرک‌های حربی، تالار و میدانچه‌های ورزشی و دیگر موضع و نقطه‌های تعلیمی افسران و سربازان با طلبات آیین‌نامه‌های حربی قواهای مسلح میباشد. در جریان برگزاری قواهای حربی متدی تعلیمی به هیئت اشتراکچیان آن در تالار قواهای حربی هوایی توسط ویدیورالیکا افزای منطقه و جهان پیشکش کرده شد که محتوای آن از هر یک نظامی کشور آمادگی دائمی را در سمت مبارزه بر ضد پدیده‌های نامطلوب جهان معاصر، از دست ندادن هوشیاری و زیرکی سیاسی و مناسبت جدی را در اجرای وظیفه و عهده‌داری‌های خدمتی تقاضا می‌نمود. این نوارهای روز دویم مشغولیت‌های متدی تعلیمی است که آن در مشگاه حربی فخرآباد ولایت ختلان تشکیل و براه مانده شد. در چنین جمع‌آمدهای تعلیمی وابسته به موضوعهای مهم ساحوی هر دفعه طلبات نو و نوآوری‌های زیادی وارد کرده می‌شوند، زیرا افزای پرتضاد جامعه معاصر نظامیان همه زینه‌ها را به آن وادار می‌نماید که دانش و ملکه، مهارت کسبی و غنی گردانیدن تجربه ساحوی را با نظر داشته ایستادگری نمودن بر ضد احتمالیت همه گونه خطرها مطابق نماید. از این رو در چنین جمع آمد و مشغولیت‌های نظریوی و عملی صحرایی، راه و اصول‌های آمادگی سفربری و مرحله‌های تیاری به آن، طرز اداره نمودن جزء و تام‌ها در محل عملیات، مطابق نمودن وضع روحی روانی جنگاوران هنگام نبرد، آموزش و ازبر نمودن موضع منطقه‌های جغرافی، ترتیب بردن خدمت قراولی، جابجاگذاری نریاد شبانه روزی، راه اندازی نمودن تدبیرهای مهم در سمت حمایت شهرچه‌های حربی و دیگر موضوعات مربوط که به سطح آمادگی همه جانبه نظامیان مساعدت می‌کند مورد آموزش قرار داده می‌شود. در جریان جمع آمد متدی تعلیمی به اشتراکچیان آن همزمان نمونه تکنیک‌های مهندسی سپیاری و افتماشین‌های مخصوصی حفظ رادیاسیونی، کیمیاوی و بیولوژی اینچنین طرز استفاده برای آن نمایش داده شدند. باید تذکر داد مراتبه پیش از آغاز دوره‌های آموزشی در قواهای مسلح گذرانیده می‌شوند. برای برگزاری چنین مشغولیت‌های نمونوی متدی تعلیمی هر یک فرمانده نوع قشون، کماندیران قسم‌های نظامی و افسران و سربازان وابسته جزء تام‌ها با کمک و دستگیری راهبریت و خدمات دخلداری وزارت مدافعه تمام کوشش و غیرت خویش را به آن روانه می‌کند تا در مدت یک ماهی که برای تیاری به دور نوبتی آموزشی پیش بینی می شود تمام شرایط های ضروری تعلیمی مهیا گردد. همین طریق قبل از نتیجه گیری نمودن جمع آمد دو روزه متدی تعلیمی، اشتراکچیان آن از فنهای گوناگون حربی و جسمانی، طرز اداره کردن جزء و تام‌ها، واحدهای حربی، آماده باشی جنگی و عاید به دیگر موضوعهای ساحوی در نزد افسران مسئول وزارت مدافعه و ستاد ژنرالی قواهای مسلح سنجش سپردند. مسائل وابسته به پیشبرد تمام سمت و ساحه‌های وزارت مدافعه،
فعالیت خدمتی فرماندهان و کماندیران سطح و زینه‌های گوناگون قسم‌های نظامی ارتش ملی با تحلیل همه‌جانبه جنبست و نتیجه‌گیری کرده شد. در آخر جمع آمد راهبریت وزارت مدافع دایر به دستور و سپارش‌ها و غمخواری‌های پیوسته پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امام علی رحمان نسبت به نظامیان کشور سخن گفته عاید به طلب قاطعانه او در سمت بلند برداشتن اقتدار مدافعی دولت، جاری نمودن شکل‌های نوی پیشبرد خدمت حربی، اجرای سری وقتی همه وظیفه و عهده‌داری، بنیاد زمینه‌های خوب خدمتی و معیشی و هم تعلیمی ابراز نظر کرد. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک شاخه قوه‌های مسلح محسوب یافته. هیئت شخصی آن در زمان آسایشته و حالت جنگ یک قطار وظیفه و عهده‌داری‌های مهم خدمتی را دارا می‌باشند و در سمت پیشگیری، آگاه کنی و برطرف نمودن عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی کارهای زیادی را عملی می‌نمایند. با مقصد صیقل تجربه، بلند برداشتن دانش و ملکه و بهر باز هم تقویت بخشیدن فعالیت ساحوی چند پیش در پایگاه یکی از قسم‌های نظامی این کمیته جمع آمد تعلیمی برگزار گردید. موضوع نوبتی را در این خصوص همکارانمان ادامه می‌دهند. در پایگاه یکی از قسم‌های نظامی قشون‌های مدافع گراژدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جلب کماندیران قسم‌های نظامی، سرداران ستاد، معاونان کماندیر عاید به کارهای سیاسی تربیوی جمع آمد متعدد تعلیمی تشکیل و برگزار گردید. جمع آمد مذکور به طور نظریوی و عملی تحت راهبری مسئولین ریاست قشون‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جریان گرفته در آن رعایت طلبات بی‌خطری هنگام اجرای وظیفه‌ها در سمت نجات دهی و برطرف سازی از عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی، آموزش جزئیات تکنیک و تجهیزات‌های ساحوی و دیگر موضوعات مربوط به فعالیت نجات دهندگان هنگام اجرای عهده‌داری‌های خدمتی راه‌اندازی کرده شد. جمع آمد مذکور اساساً در شرایط دشت و صحرا با تشکیل خیمه‌های ساحوی به راه مانده شده، راهبران مشغولیت‌ها با اشتراکچیان آن طرز، هدف و ضروریت گسترش دادن چنین خیمه‌های موقتی را در زمان آسایشته و حالت فوق‌العاده خیلی مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. زیرا اساساً در موضع و منطقه‌هایی که احتمالیت خطرهای بحرانی طبیعی و تکنوگنی سر می‌زنند، در چنین خیمه‌ها ستاد، نقطه قبول هیئت شخصی، نقطه‌های تعلیمی، نقطه علاقه، خانه نگهداری اسلحه، آشخانه، خوابگاه، نقطه طبی و غیرها به طور فوری تشکیل کرده می شوند. با نظر داشت آن که هیئت شخصی نجات دهندگان کمیته در برطرف سازی عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی اشتراک می‌نمایند، در تابع آن لابراتوری جمهوریوی رادیاسیونی و کیمیاوی عمل می‌کند و محض متخصصان این لابراتوری پس از اشتراک نجات دهندگان در برطرف سازی عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده تکنوگنی در سمت پاکسازی و بی‌ضررگردانی عمل می‌کنند. نابسته از آن که فعالیت هیئت شخصی کمیته برای پیشگیری و برطرف سازی عاقبت‌های فوق‌العاده طبیعی و تکنوگنی نگرانیده شده است، هر یک افسر و سرباز آن خدمتچی حربی می‌باشند و آنها باید مشغولیت‌های آتشفشانی را نیز خوبتر و بهتر دانند. از این لحاظ در نقطه گذراندن مشغولیت‌های آتشفشانی طرز درست تیرپرانی از سلاح و اسلحه و حاضرین بازآموزی کرده شد. اینچنین در رفت جمع آمد آمادگی جزء تام‌ها در سمت حمایه از احتمالیت هجوم مسلحانه دشمن طریق عملی نمایش داده شد. در روز دوم مشغولیت‌های متعدد تعلیمی که دور نهایی آن را در بر می‌گرفت، سردار ریاست قشون‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پالکونیک عزت قربانزاده جمع آمد مذکور را
تحلیل و نتیجه گیری کرده به اشتراکچیان آن بهر باز هم بلند برداشتن دانش و ملکه صحوی، تقویت بخشیدن مهارت کسبی و تدبیرهای فعال نمودن مسئولیت خدمتی هر یک افسر و سرباز در سمت کارهای نجات‌دهی و برطرف سازی سپارش‌های مشخص داد. بینندگان گرامی، با امید خوشی روزگار و شادی و نشاط همیشگی شما نمایش امروزه را انجام می‌بخشیم تا بازدید در برنامه‌های آینده سربازی وطن.